قسم خورد که زنم طلاق، خانم حرام، زنش 3 طلاق، زندگیش درست است یا نه؟ یعنی مردی که اگر قسم بخورد که زنم طلاق، خانم حرام، اگر دروغ گفته باشد البته به البته زنش طلاق است، خانش حرام است. لیکن شما فراموش نکنید که این قسم ها قسم نیست در اسلام. شما به زن طلاق و به حضرت امیر جان و به حضرت سلطان قسم نخورید، زیرا که اینها شرک به خدا هستند. آخه قسم به خدا است فقط. والله بالله تالله قسم به خدا بخورین تمام. دیگر بر یگان چیزی دنیای شما قسم نخورین که شما در قسم خوردگیتون اگر با 3 روز روزه نگیرین در نزد خدا گناهگار هستین. اگر تو بگوی حضرت امیر جان بزنم، اگر چی گپی راستم بگوی 3 روز روزه نگیری، تو در نزد خدا گناه کبیره کردگی. شما قسم نخورین. اینا یا زدم نمیتونن ما و شما را، اینا هم بنده هستند. یا نان بزنم، شیر بزنم، اینا قسم خوردن آدم گناهگار میشه. هیچگاه به اینا اولا قسم نخورین. وقتی کسی آدمی قسم خورد که زنم طلاق، خانم حرام، البته خانش حرام میشود، زنش طلاق میشود. و زنی که البته در بازار می نشیند، شوهرش کار نکند، اگر شوهرش عذر داشته باشد، شوهرش مثال یگان معیوب باشد، یعنی هم حواله به سوی اگر همون زنش باشد، زن میتواند در بازار نشیند به صورتی که همون سطر اسلامی را به جا بیارد. اگر لباسش لباس اسلامی باشد، اگر لباسش طبق گفته قرآن و حدیث پیغمبر خدا باشد، باکی ندارد. زن معنای را ندارد که باید که حتمی در خانه نشیند. میلش امروز زنها میتونن که بیرون بازار است، مثال از برای یگان روزگارش یگان کاری میبراید، مثال با بیرون براید، در حالتی که همراهش یگان محرمش باشد، یا اینکه لباسش چکار کرده باشد، لباس اسلامی باشد، مرحمت از خانه بیرون شود، باکی ندارد. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانه شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. السلام علیکم اکای دوملا. ما یک گروه از ناحیه غرم شهرک نوآباد امروز در این مسجد در امر معروف شما اشتراک داریم. از خدای مهربان خواهان او هستیم که خدا نگهبان شما باشد و ما مخلصان دائمی شما هستیم. از شما خواهش میکنیم که در حق ما هم دعای نیکی خود را دریغ ندارید. با احترام کلان اکای فیض الله و اکای اهل الدین. خداوند شما را عمر دراز و تن صحت و ایمان کامل نصیب روزی گرداند و خدا قدماتان در حسنات و با صحت و سلامت خدا و خاندانتان رساند. آمین یا رب العالمین. خب اولا سلام به خدای و رسولش و درود به پایان به پیامبر آخر زمان و بعداً به واعظ پرهیزکار دوملا حاجی میرزا. من جمشید الچیبک، یک مخلص اشدی شما از ناحیه قلعه خم درواز به نزد شما آمدم به خاطر بعض سوالهای مشکل. سوال همین که اگر زنی را با تلفن طلاق دهد یا به مکتوب یا به دست کسی روان کند آیا طلاق می شود یا نه؟ بله طلاق می شود. اگر زن را به تلفن طلاق کنین یا مکتوب نویسین یا به طریق اینترنت
یا به طرقی کسی را روان میکنین که رو زن مرا گو که مثال 2 طلاق 3 طلاق، در همه این صورت ها زن طلاق می شود. لیکن اگر به طریق اینترنت یا تلفن یا مکتوب اگر نکاح کنین نکاح نمی شود، ولی طلاقتون واقع می شود. خب دویم زنی که طلاق شوهر ناگرفته باشد، طلاق حساب هست یا نه؟ حساب نمی شود. تا زن طلاق از شوهر نگیرد زن طلاق نمی شود، مگر حاضر 4 سال اگر زن گوییم که نفقش نرسانیم، تأمینات خانوادگی و خبرگیری از حال زن نباشد، این حالت زنها حقوق دارند که رفته از مرکز اسلامی حکم 1 طلاق میگیرن، به طلاق دادن شوهر به اجازت شوهر، به خاطر 4 سال سراغ نکردن زن. این حالت از زن ندارد. خب خوشدامن من دختر خود را گرفته در نبودن شوهر به رازگی من دخترش را برده است. میگوید که وقتی که دختر مالش را آوردن، یعنی لباسش را، کرپچه هایش را، این طلاق می شود. حالا که من طلاق نگفتم، آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ نه دادری عزیز، هیچ وقت این صحیح نیست. اگر زن کرپه و کرپچه و چیزی که از همون حالت نکاح آورده بود به خانه شوهر همش گرفته، اگر به خانه شون هم که برد، بردن زن از مال و اسباب انجام طلاق واقع نمیشه. طلاق چیزی است که صراحتاً از زبان شوهر اگر نبراید، تا زن اگر تا زن شوهر در همین گوییم که با زبانش چی زن حاضر باشد چی نباشد، حتی شوهر خودش تنها هم که باشد، تنها هم باشد، کسی نباشد، یعنی هیچ شاهد نیست، اگر در تنهایی هم که اگر زن شد طلاق کند، زن طلاق می شود. ولی بسیار آدم ها میگن که آخر زنک نشونید یا شاهد ها نبود. نه، شاهد برای نکاح ضرور است، برای طلاق کردن شاهد شرط نیست. در تنهایی هم که اگر زن طلاق کند طلاق واقع می شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان این جمعه را از این جمعات ما و از جمع آمد تمام مسلمان هایی که در روی دنیا امروز جمع آمدند خدایا قبول بگردان. خدایا در دل هامان هوس ها داریم، آرزوها داریم، مقصودهایی داریم. خدایا اگر همه اینها برای نیک میبردگی برای ما باشد، خدای برآورده بگردان. فرزند طلب ها باشد، فرزندای سالم و صالح نصیب روزی بگردان. زن طلب ها باشد، خدا زنهای عفیفه و زنهای پاک و زنهای خوب نصیب روزیشان بگردان. و برادرانی که چه از راه های نزدیک و چه از راه های دور به مسجد آمدند، خدایا در هر قدم ایشان گناهاشان مغفرت بگردان و در هر قدم ایشان به نام ایشان حسنات بنویس. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. آمین یا رب العالمین. اینجا یک سوال عجیبی دیگه مرا در بیرون یک برادر داد، خودشم از راه دور آمده است، از ریگر آمده است. گفتن همین را جواب نمیگوید املا. گفتن که در قبر وقتی منکر و نکیر آدم بیریش همه پرسیده اند، آدم بیریش میگذشته است، اکنون سوالی همون داده، بعد از دنیا میگذرد ریش ندارد. وقتی منکر و نکیر میپرسیده است که و من نبیوک، پیامبر تو کیست؟ بعد این مرد بیریش میگفته است که پیامبر من محمد صلی الله علیه و سلم است. بعد منکر و نکیر میگفته است تو دروغ میگویی، آخه پیامبر ریش داشت تو ریش نداری کو؟ این خیلی میگفته است. آیا همین حقیقت داره یا نه؟ برادری عزیز، اگر هم تا گویم حدیث نباشد هم، ولی معنا درست است، معنا درست است. یعنی ما
بعضی ها را وقتی میبینیم سین سالشون به جای رسیده است میگوییم که برادر عزیز ریش ما اکو با زیباگی دوچند میشود، سنت به جا میآید. خب مثال در جواب میگوید که خیلی مردم ما یا همین طبیعتی شوخی دارن، در او حواله میکنن، خیلی مقصد حالی بد میمانیم یا خیلی کو بینیم حالی مامد چی میگه، ینگت چی میگه، خیلی بچه ها نمیمانن، فلان نمیمانن، هر خیل چیزها را بیان کردن میگیریم، ولی فراموش نکنیم که این سنت پیامبر است. سنت پیامبر است. بعضی ها میگن که مقصد همین ریش هم میمانید داملو چی میشه، یک وایمه همین تا روی آدم وایمه، این گپ ها را گفتنده که تحقیر سنت است. ما وقتی گوییم که اگر در چهره آدم بریش وایمه پیدا میشد، وایمه حیبت در نظر داشته باشیم، باید آدم مسلمان حیبت داشته باشد. خب یک حساب همین سیاستی در چهرهش باشد، این زلالی ندارد. ولی اگر شکل بدروگی را در نظر داشته باشیم، توبه کردن در کار که پیامبرمون هم صاحب ریش بودند. اگر ما همچنان تحقیر که مثال انسان شکلش بدرو میکند، خب زنی مرا ناراحت میکند، یقین دان که این حواله به سوی پیامبر میشود که اولی زنی تو اگر اولی از زن داری 500 زن بگیری ناخونی عایشه نمیشود، یا ناخونی گویم که حفصه دختر حضرت عمر نمیشوند. ولی اونها در کنار پیامبر خدا بودند، با ریشهای پیامبر هر یک تار ریشهای پیامبر اونها دستمال میکردند، اونها گویم مالیش میدادند. برای همین ماها این خیل بها نتیمو، بلکه همین نداری، گفتی همو شاعر میگفت در دلت ذوقی نداری سینه جنبانی چی سود. زین خاطر همو ذوق نداری، شوق نداری، یگان تک همین قبی گو که انشاءالله میگذارم، انشاءالله میگذارم، بگذارم در درون چی نیتی که داری همرا به زبان نیار که با باعث گناهکاریت میشود. برای همین پدرای عزیز، برادرایی که خیلی علاقه سین سالتون به جای رسیده است، اگه این گناهش یک طرف عیبم هست، عیبم هست. هزار خطا اگر همین تا گویم همو پسترین لیز وقتی اگر رنگ رو تا بگیری تازه کنی، اگه چی گومد هزار اگر خطا سکه صورتی همو سخن حضرت ابوبکر صدیق است که دیگر جوانی را برنگ و آرا و تارا به دست آوردن نمیشه. دیگر تمام پیر شدی. همون ماشینه که بیرونش کراسکای خوب درازی ماشینایی که میآیند کو برای فروش، بیروناشون خوب و دروناشون هم خلبوته، دیگر کمی تشیدگی ما و شما. دیگر هزار خود ما رنگ و آرا و تارا هم که دیم، دیگر پیری هم خبردار من کردگی است. برای همین چهرهکاتون در مردکایی که گویم به سین سال، این بچه‌های هستند دانشگاه میخونن، مکتبا میخونن، اینا عذر دارن، بگذار اینا در دانشکده هاشون خوانن، بگذار اینا در مکتبه هاشون خوانن. سین سال ریشمانیشون که آمد ریش هم میمونه. ولی امروز میبینم بسیار از کلانترهای ما و شما ریش نداریم. برای همین دادر از این سوال معناش بسیار معنای بلنده. چی بوده است؟ بله انشاءالله اینم میخونیم. یک سوال داده بود کدام شخصی از کسی شنید است که گویا که ببینین گویا که حضرت عمر رضی الله عنه در شکم فاطمه که در حالت حامله دار بود، در شکمش همون بچه محسنش بود، همون را گویا که به شته زده باشد و محسن در داخل شکم فاطمه ویران شده و مردگی به دنیا آمده باشد. خیلی تهمت های، البته تهمت های، ایره کسی باور میکنه خودش عاصی و گناهگار و دوزخی های. ایره هیچ وقت ما و شما باید حقی باور کردن نداریم. این تهمتی هست در گردن حضرت ابوبکر بستن. ولی من خدا خواه با سندهاش، با دلیل هایی که چگونه باید تهمت کردن، کدام کتاب ها باز کدام عالم های ما برای حقیقت این مسئله را در کتاب های خدا آوردن، با برای شما خدا خواه خبرش میتیم. اگه من سوال جواب ها دوره جواب میگم.
برای مخصوص ما جواب گفتن نمیتونیم. شما یک حدیث فراموش نکنین که وقتی که حضرت عمر حج می رفتن نزد پیامبر آمدن، گفتن پیامبر گرامی من حج می روم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به همین عمری که تهمتش میکنن که گویا در شکم فاطمه محبوب ترین دختر پیامبر خدا به شطه زده باشد، حالان که در زیر پای حضرت عمر مورچه آزار نمیافت، همین حضرت عمر وقتی گفت من حج میروم پیامبر گرامی، رسول اکرم به همین عمر چی گفت؟ یا عمر لا تنسنا فی دعائک، وقتی حج رفتی در حق من محمد دعا کن. برادر عزیز، در حق من دعا کن. از عمر پیامبر گرامی دعا میخواهد، در حقم دعا کن. نخواه که عمری را که پیامبر گوید که در حق من دعا کن، با علم معجزه خود نفهمید که این 1 سال پس یا 10 سال پس دختری مرد در شکمش به شطه میزند و در همون زمان میگفتش که مثال از همین کار دست بکش. همه اینا تهمت هم برادر عزیز. اینقدر عمر پیامبر گرامی دوست می داشتند، اینقدر احترامی زیاد نسبت عمر داشتند. در همین خلافتی که در بین همین 4 یار پیامبر گذشت، از همه در خدمت بیشتر، اگرچند ما عقیده اهل سنت و الجماعه بر اینیم که اول ابوبکر است، بعد عمر است، بعد عثمان است، بعد علی است رضی الله تعالی عنهم، ما به همین عقیده ایم. ولی از همه در خدمت بیشترین در دوره خلافت 10.5 سال عمر در خلافت گویم نشسته بود، خدمت بیشتر عمر کرده بود رضی الله عنه. اینقدر دولت ها را گویم که همه را در زیر تصرف گرفت، روم شکست داد، 2 تا امپراتوری بزرگ سرنگون کرد، یکی امپراتوری روم، یکی امپراتوری فارس، ایران شکست داد. این خدمت های حضرت عمر کرده است به نام پروردگار. اگر حضرت علی چی گفته بود؟ حضرت علی در برابر حضرت عمر گفته بود که عمر تمام خدمت های تو را، تمام اون مقصد تمام اون خدمت هایی که من کردم، حضرت علی که داماد پیامبر بود، اینقدر خدمت هایی که برای دین کردن، برای پیشرفت دین کردن، گفتن من تمام خدمت های خودم را به همون خدمتی که شما در پیامبر گرامی کردین، شما پشتیبانی از پیامبر گرامی کردین در یکی از جنگ ها، از یادم رفت نامی جنگ، که در همون جنگ حضرت عمر بسیار دفاع زیاد از پیامبر کرده است. حضرت علی گفت آیا عوض میکنی همون ثواب دفاعی که در محاربه پیامبر کردی با تمام ثواب چند ساله که من کردم؟ ببین چقدر مرتبه حضرت عمر، خدمت‌های حضرت عمر بیش بود، ولی اكو دشمنای دین ایسا در حق ایشان تهمت را، ولی ما باید هوشیار باشیم، زیرک باشیم، در این مسائل فریفته نشیم. خدا عزیز یکی احتیاط کنین. 4 یار از پدر و مادرتون دوست داره. سعدی را حضرت یک حکایت عجیبی آوردن در باب خدا ترسی. تماشا کنیم. همین عملی که شما الحال کردین به نماز جمعه که میآیین، این خود خدا ترسی هست، این علامت خدا ترسی است. و الا رفیقای شما در پهلوی شما در همون کارخانه‌های کار میکردین، همونجا کار کرده ایستادن، لکن شما را چی؟ ترس خدا و ایمان شما گرفته بر همین مسجد بر وقت آورده رسانید. این ایمان شماست، این ترس خداست. حضرتی را در نظم ادرارت حکایت کنند از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین. سعدی میگوید این حکایه‌ای که من بر شما میکنم این افسانه نیست، بلکه این را حقیقت دارد، بلکه این در تجربه حیات انسانها گذشتگی هست. آیا این چی حکایت است؟ شما گوش کنین نگید. این حکایت بیهوده نیست. حکایت کنن از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین،
که صاحب دل بر پلنگ نشست، همه رفت رهوار و مار به دست. یکی گفتش ای مردی خدای، بدین راه که رفتی مرا راه نمای. یک صاحب دل، یک خدا ترس مثل شما در بالای پلنگ میگه سوار بود. مثل ما و شما خر و اسب سوار میشیم به آسانی، او صاحب دل پلنگ به آسانی سوار شده است و در دستش یک درنده دیگر مثل مار حرکت کرده رفته است. یک شخصی میگه از پیش برآمد گفت ای مردی خدای، بدین راه که رفتی مرا راه نمای. همین راهی که تو برای خودت اختیار کردی این چه خیل راه بود؟ تو از کجا چی کردی که درنده رامی تو شد، نگین سعادت به نامی تو شد؟ این مرد میگه سوالش کرد چیکار کردی که این درنده، این پلنگ است، این مارم درنده هست، اینا چیکار کردی به تو رام شدن؟ حضرت چی گفتن؟ گفتن وگر ور پلنگم زبون است و مار، وگر پلنگم زبون است و مار، ار پلنگم زبون است و مار، وگر فیل و کرگد شگفتی مدار. حضرت میگه گفتن این پلنگی که من سوار شدم، این ماری که در دست من است، اگر ای برادر فردا ببینی که من بالای فیل سوار هستم و در دستم کرگس است، یعنی فیل هم درنده است، کرگس هم درنده است، شگفتی مدار. تو در تعجب نره، تو در تعجب نره که من فردا باز پلنگ سوار بشم و در بالای دستم اگر کرگس بگیرم. برای چی؟ تو هم گردن از حکم داور مپیچ، تو هم گردن از حکم داور مپیچ، کی گردن نپیچه از حکم تو هیچ. اگر تو هم ای برادری که سوال کننده هستی، اگر مثل من تم از گردن از حکم داور نپیچی، تو هم اگر پیروی قرآن و پیروی حدیث های پیغمبرت باشی، تمام این درنده ها به تو رام میشوند، همه این درنده ها به تو تسلیم میشوند، در صورتی که اگر تو چی باشی؟ از حکم خدای خود گردن نپیچی، همه اینا رامی تو میشوند. خدا رحمت کند عقبه ابن نافع یکی از سرفرمانده های اسلامی بود. میگد وقتی که رسول اکرم امرش کرد که شمال افریقا را ضبط کرده بگیر، حضرت میگد بر همون شمال افریقا حرکت کرد با همراهی سربازاش. وقتی که به افریقا رسید، یعنی افریقا میگه ما و شما، وقتی که به اون موضع رسید، یکی از سربازای خود روان کرد، عسکری خودش گفت پیشکی برو کنی نظر کن که یگان موضع خوب برای ساختن خانه باشد مرا خبر بده، آنجا ما برای شما خانه میکنیم، از آنجا حمله بعد به سوی شمال افریقا میکنیم. حضرت میگر آمدن، این عسکر آمد میگر نظر کرد، یک جای خیلی موافق دید، گشت آمد پیش عقبه، گفت عقبه یک سرزمین دیدم به نهایت موافق است برای خانه، لیکن به نهایت شیر، پلنگ، شغال و مار عفیش به نهایت زیاد بود. حضرت گفتن من اونجا میرم. انسان از خدا که میترسید از درنده چرا بترسه؟ آمد میگد از پیش همون جنگل ایستاد و گفت ای گروه شیرا، ای گروه پلنگ ها، ای گروه شغال، ای گروه مار عفی، شما میدانین من کی هستم؟ من عقبه ابن نافع هستم، من از خدا میترسم، من پیروی قرآن، پیروی حدیث های پیغمبر خدا هستم. بر شما بر نرمی میگم همه تان این سرزمین ترک کنین که ما اینجا خانه میسازیم. حضرت میگد بلند این آواز داد، عسکرها در تعجب افتادن، آیا این حرف عقبه را میشنود؟ میگه از بین 1 ساعت گذشت، به خدا قسم میگد پلنگ از پسش چند بچه دارد، شیر از پسش چند بچه دارد،
مارایی که چند بچه دارد میگد سلا سلا، از همون موضع میبرامدن. سربازا تعجب شدن، گفتن همشون برآمد عقبه بین حمله میکنیم همشون میکشیم. نه گفت، من به اینها مراجعت کردم، همچون یک بنده خدا ترس به اینها مراجعت کردم. اینا میدانن که عقبه از خدا میترسد، از این خاطر این سرزمین برای ما و شما ترک کردن تا که ما و شما اینجا خانه بسازیم. ببین، یعنی حضرت گفتن حکایت کنن، این حکایتی که ما کردم سعدی میگد این حقیقت دارد که این از دوره پیغمبر خدا را صحابش به وجود آمدگی است. نظر میکنیم به خدا ترسی حضرت عمر. یک خدا ترسی از حضرت عمر را به شما میگم، بعدا انشاءالله موضوع خودمان آغاز میکنیم. حضرت عمر خدا رحمت و مغفرتش کند که بی نهایت ما عاشق عمر هستیم، عمر را بی نهایت دوست هم می‌داریم، زیرا که تمام وجودش از خدا میترسید، بی نهایت از خدا میترسید. رسول اکرم بیهوده نگفتند لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب. اگر پیغمبری ختم نمیشد هر آینه بعد من پیغمبر عمر بود. این گپ نمی گفت. عمری که رسول اکرم قصر او را در جنت دیده بود و حتی گفت من داخل قصر تو نشدم زیرا که غیرتی تو بالای من غلبه کرد. همان عمری که یفر من ذله الشیطان. رسول اکرم گفت عمر تو وقتی ره میگردی شیطان از سایه تو میترسد برای که تو از خدا میترسی. همین عمر عادت داشت که شبها در همان محله مدینه، در شهر مدینه سیر کند، تا به روز خواب نمیکرد. میگشت مردم چی مهمات داشته باشد، چی مشکلات داشته باشد، مردم در کدام موضوع صحبت میکند، چی کمبودی ها باشد، این گونه خلیفه ها بودن، این گونه پیشواها بودن. میگد بنز یک تیریزه آمد که یک زن میگد در بستر تنها خواب بود. میگد به خودش میگفت خدایا من از تو میترسم و الا اگر نترسم آتش بر این جاگه خود میزنم، یعنی زنا میکنم. میگه این سخن میگفت چند مدت است، میگفت خدایا این چند مدت است شوهر من در حرب است، در محاربه است، خدایا کی ایره میاری میرسانی، اشتهای شوهر دارم، پروردگار را از تو میترسم و الا به زنا دست میزنم. میگه این سخن میگفت. عمر وقتی میگه این سخن شنید در وجودش یک لرزه پیدا شد. گفت در اصل انسان است آخه، اشتها دارد. در حال میگه پیش دخترش آمد حفصه. این در زمانی بود که پیغمبر که از دنیا گذشته بود، عمر در خلافت نشستگی بود. حفصه که زن پیغمبر خدا بود، دختر عمر بود. آمد گفت حفصه، گفت از تو یک چیز میپرسم. چی چیز؟ زن چند قدر طاقت دارد به شوهر؟ حفصه میگه حیا کرد. زنها ای وقتا هم حیا داشتند، زنها بی نهایت حیا داشتند. امروز بین خواهرای ما و شما در کدام سطح قرار دارند؟ ما و شما هم تا دهنامون پوشیدگی باری هم نمیگیم که امر خدا تا بجا بیار، از خدا بترس. حتی همین را نمیگیم، میترسیم، غیرت نداریم، نمیدانیم که فردا ما و شما را از این فرزندا میپرسند. اینا نمیگیم، اینا نمیفهمیم. میگه حیا کرد. گو حفصه گفت حیا نکن، تو اگرچه دختری منم باشی تو مادری من هستی، تو زن پیغمبر هستی، زنهای پیغمبر مادری ما هستند. میگه حفصه طاقت نکرد، به زبان نگفت و به دست اشاره کرد، 4 ایشان داد. گفت 4 ماه میتواند که زن به شوهر طاقت کند. و میگه آیتی را از سوره بقره خواند. این آیت معناش همین است که اگر مردها از شما 4 ماه جدا شدن، شما میتونین که نزد قاضی مراجعت کنین و خط طلاق خدا بگیرین. این 4 ماه را وقتی که میگه آیت که ذکر کرد، حضرت عمر در حال آمد پرسان کرد شوهری همین زن در کجاست؟ گفتن در ایران جنگ میرود، در ایران است.
حضرت در همونجا خط برآوردن که کدام سربازی که به جنگ می رود از 4 ماه زیاد در محاربه اشتراک نکند، 4 ماه پس نزد زنش حتمی حاضر شود. این سنت حضرت عمر است که در جنگ هایی که حضرت عمر تشکیل میکرد این سنت جاری کرده بود، از 4 ماه زیاد یعنی عسکر جنگ نکند بلکه آمده زنی خودش خبر بگیرد. اینا بین این ترس خدا بود که حضرت اینا مشاهده کردند و اینا در عمل جاری کردند. یک شب میگد، یک قصه دیگرش میگیم ان شاء الله، بعد دعا میکنیم. قصه های عمر بی نهایت زیاد است، بی نهایت زیاد است. یک شب میگد یک نماینده از شهر آذربایجان، آذربایجان هم خیلی شهر قدیمینه است، از نماینده های پادشاه عرب امون آذربایجان یک نمایندهش نزد حضرت عمر روان کرد. خدا ترسی را من بر شما میگم. وقتی میگه این نماینده آمد شهر مدینه در رسید، شب بود. گفت خانه اگر عمر برم در شب تشویش می شود، شب در مسجد شب میگذرانم، سحر انشاءالله آن پیغامی که پادشاه بر من کرده است بر عمر میرسانم. شب میگه آمدم داخل مسجد در آمدم، همین نماینده آذربایجان. وقتی میگه در آمدم در مسجد نشستم، از یک گوشه مسجد میگه شب بی وقت بود، گریه می آمد، صدای گریه می آمد. کسی می گفت پروردگارا مرا ببخش، پروردگارا گناهایی که من کردم جملگی را ببخش، خدایا مرا از بندگی خود دور نساز، پروردگارا عاقبت کار مرا به خیر بساز. میگه هم تا کسی بود میگفت دعا میکرد، گریه میکرد. و ناگاه میگه من مشتاق شدم، از دعای او لذت میبردم. وقتی میگه دعاش تمام کرد و میگه در گوشه مسجد نشست، به نزدش قدم زنان رفتم و در پهلوش نشستم. گفتم ای عاشقی خدا تو کی هستی؟ میگه حضرت به جانب من نگاه کرد، گفت من عمر ابن الخطاب هستم. میگه در وجودم یک لرزه پیدا شد، من آوازه عمر را شنیده بودم، عمر را ندیده بودم، در حالتی که عمر با پادشاه بود. میگه گفتم در این بیوقتی شب حضرت تو روز تا بیگاه مشغول هستی، شب چی میشود که راحت میکردی؟ حضرت میگه گفت ای برادر اگر من شب خواب کنم حق این بندگی خدا را کی میکند؟ اگر روز به خواب برم حق این رعیت، حق این مردم کی به جا میارد؟ برای پسر خطاب خواب شب خواب روز حرام است. حضرت میگه هم تا مراجعت کردن، تا به روز میگه صحبت کردیم، سحر میگه بامداد یک جایه باز در همون مسجد خواندیم و میگه به جانب من گفت یگان پیغامی داشتی؟ میگه گفتم من از آذربایجان آمدم، از پادشاه خود یک هدیه برای شما آوردم، او را میخوام که به شما تسلیم کنم. حضرت عمر گفتن خوب میشود که خانه بریم، در خانه من شما را مهمانداری میکنم، هر پیغام و هر هدیه‌ای که داری اونجا من از شما قبول میکنم. حضرت دستی او را گرفتن، میگه به خانه آمدن. وقتی در خانه در آمدن، اون زمان میگه زنی حضرت عمر دختر علی بود، ام کلثوم. فریاد زد ام کلثوم این مهمان است، یگان طعام داشته باشی نزد ما بیار. ام کلثوم میگه صدا داد عمر در خانه بجز نان خشک و کمی از ملخ پختگی دیگر چیزی نیست. خانه پادشاه که از یک قسم دنیا در دست حضرت عمر بود، بجز نان خشک یک کمی از ملخ پخته دیگر چیزی نیست. در خانه پادشاه گوشت بریان نیست، در خانه پادشاه نان ملایم نیست، در خانه پادشاه یگان آش دمداختگی نیست، در خانه عمر پول نیست، مال نیست، در بانک ها پول ندارد. حضرت یک کمی خشک میگه نان آوردن. این نماینده آذربایجان میگه وقتی که من زیر دندان میماندم
دندان من در اون نان گذر نمیکرد، نمیگرفت. لیکن عمر می دیدم آهسته آهسته میگه همون نان میخورد. وقتی که بالایی که جای نشستم فقط زمین خالی بود، چیز پرتافتگی نبود. بعد از این میگه به جانب من گشت گفت چی هدیه داری؟ میگه لطمه کشاده کردم، همون روی ما روی هست که بغیر در شهر آذربایجان دیگر در هیچ جا پخته نمیتونن. اینا فقط کیبانوهای آذربایجان پخته میتونن و اینا فقط پادشاه ها میخورن، دیگر هیچ کس نمیخوره. عمر میگه وقتی نگاه کردم از این سخنهای من چنان میگه پیشانی ها رگه هاش میخیست. میگفت فقط همین مقدار است؟ گفتم بله همین مقدار است. گفت فقرای مسلمانی که بیرون مدینه زندگی میکنن اونها را کی حولا میتد؟ میگه گفتم آخه این باعث شماست. میگه گفت دستمال تا جمع کن، این هدیه را برده به پادشاه بده، بگو اگر دفعه دیگر همچنان معامله به عمر میکند به خدا قسم رگه های گردنش میبرم. اینجا مسلمان ها گشنه و تشنه و حلوا را عمر بخورد. بین این خدا ترسی را بین. حضرت خوراک ملایم برای خود اختیار نمی کردن، برای که ترسی خدا داشتن. رأس کل الامر مخافت الله، سر همه کارها ترسی خدا هست. ما و شما باید که در خودمان ترسی خدا را جایگیر بکنیم. از خدا بترسیم، انشاءالله ما و شما هم در دنیا هم در قیامت البته سربلند هستیم. هیچگاه خواه در پنهانی باشیم برادرها، خواه در آشکارا باشیم، شما فقط و فقط تصور کنین که خدا شما را نگاه دارد. خدا در نظاره شما هست. چگونه که پیغمبر میگه اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. خدا را چنان عبادت کن که همچنانی که او را دیده ایستاده ای، اگرچه او را نمیبینی او تو را میبیند. همچنان خدا را عبادت بکن. جمعه پیشین موضوع ما و شما درباره مرگ بود و شدت مرگ بود. این موضوع خیلی موضوع دراز مدت هم هست، زیرا که تمام کتاب ها در باب مرگ و شدت مرگ البته سخن ها می رود. این جمعه هم که باشد انشاءالله این موضوع را بر شما خاتمه می بخشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. صدق الله العظیم. خدا بر ما و شما میگوید ای بندگان، شما از خاک آفریده شدید. یعنی پدر شما حضرت آدم خداوند از خاک خلق کرد. و فیها نعیدکم، شما را مادامی که من از خاک پیدا کردم میگد خدا، و فیها نعیدکم، باز شما البته به خاک مبدل میشین. خاک بودین باز به خاک مبدل میشین. و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى، باز از همین خاک روز قیامت وقتی که امر به زنده شدن شما می شود، شما باز از همین خاک سر می بردارین. شما از خاک پیدا شدین، به خاک رجوع میکنین، باز از همین خاک روز قیامت شما سر می بردارین. اگر چندی سلیمانی به خاک دهر یکسانی، اگر چندی سلیمان بی نهایت بای بود، حضرت داوود بچش، اگر چند تای سلیمان باشی میگد
اگر چندی سلیمانی به خاک دهر یکسانی و یا جمشید و خاقانی به خاک دهر یکسانی. اگر قند و عسل نوشی، اگر قند و عسل نوشی، اگر ملبوسی زر پوشی، به ماهرویان در آغوشی به خاک دهر یکسانی. اگر قند و عسل نوشی، اگر ملبوسی زر پوشی، به ماهرویان در آغوشی به خاک دهر یکسانی. اگرچه فرد دورانی، یعنی اگرچه آدم عادی هم که باشی، اگرچه فرد دورانی، به تخت خیش سلطانی، تو اندک روز مهمانی به خاک دهر یکسانی. اگرچه شاه تورانی، اگرچه شاه تورانی، کی زور از شیر غرانی، پسند پهلوانانی به خاک دهر یکسانی. به یاد روی جانانی، به یاد روی جانانی، جنون تو سینه بریانی، چو بلبل گر غزل خوانی به خاک دهر یکسانی. البته به البته از خاک بودیم، به خاک باز میگردیم، باز از خاک روز قیامت ما و شما سر میبرداریم. ایز خاکت آفریده خاکیا هوشیار باش، خاک بودی خاک گردی در منیان هوشیار باش. البته دنیا جای ابدیت نیست، دنیا جایی نیست که ما و شما ابدی زندگی کنیم. اگر از خلاصه مرگ همین ما و شما بفهمیم، همین قدر ما و شما بفهمیم که دنیا جای ابدی نیست، همین برای ما و شما کفایت کننده است. رسول اکرم میگه کفا بالموت واعظا، برای شما داملای امر معروف کننده لازم نیست. در صورتی که آدم عاقل تابوت بیند باید که عبرت بگیرد. میگه پیغمبر تابوت برای شما داملا هست، تابوت برای شما خود مولوی هست، همون خود برای شما عبرت هست. دنیا جای ابدیت نیست. زمان پیغمبری خدا بود، رسول اکرم میگه دائم نماز با جماعت که میخواند، پس میگشت به سوی مردم نمازخانه ها را نگاه میکرد و میپرسید فلانی کجاست، فلانی کجاست. یک مرد و زن بی نهایت در پشت رسول اکرم دائما نماز با جماعت ادا میکرد. یک روز میگه رسول اکرم بین این موی سفید و این عائله موی سفید که کمپیر بودن، اینها حرکت کننده به سوی نماز جماعت بودن. امروز خدا ما و شما را تن صحت داده است، سلامتی خوب داده است، مسجدهای کشاده که باز میگم غنیمت هستند، اینها را داده است. ما و شما به این قدر نعمت خدا نمیرسیم. باز خدا رحمت کند عمر، سخنم کمتر بیرون از موضوع می شود، دورای حضرت عمر بود. حضرت میگه وقتی که پهلو گشتن نگاه کردن که یک مرد در جماعت نیست، میگه گفت فلانی کجاست؟ گفتن فلانی بیمار است. حضرت عمر وقتی میشنید که فلانی بیمار است میرفت تفتیش میکرد در اصل بیمار است یا نه. میگه وقتی که شنید بیمار است خیست، میگه خانهش رفت، خانه همون مرد رفت، میگه درش تق تق کرد، گفت فلانی؟ میگه از داخل آواز داد لبی، و میگه آمد در کشاد. وقتی عمر دید لرزه در وجودش پیدا شد. میگه ناگفته عمر گفت من سبب نیامدن جماعتم بیمار هستم. حضرت عمر گفت تو بیمار هستی؟ گفت بله بیمار هستم. گفت لعنت خدا بر تو.
عمر ترا الحال گفت ای فلانی تو لبی گفتی آمدی کو؟ ترا خدا فیراد دارد حی علی الصلاة حی علی الفلاح، بیاین به سوی نماز، بیاین به سوی نجات. چرا خدا را قبول نکردی گپشه؟ چرا گپی عمر لبی گفتی؟ این عمر خطابش بود. گپی عمر را تصدیق میکنی، لبی میگوی، به نزدش میای، گپی خدا اختا قبول نمیکنی. رسول اکرم میگه پرسان کرد این موی سفید و این کمپیره که از پس من نماز میخوام کجاست؟ گفتن اینها یک پسری داشتن، اون پسر وفات کرد. این موی سفید کمپیر پاهاشون از کار ماندگی هست. او فرزند دائم اینا را پشت میکرد، میآورد در پهلوی تو میگذاشت، نمازم میخواندم، باز هوچ کرده به خانه خودش میبرد. رسول اکرم میگه به سوی صحابه گفت آگاه باشین، اگر دنیا ابدی میشد، اگر دنیا یک آدم برای خود قرار میداد و پرورش میکرد و ابدی زنده نگاهش میداد، هر آینه همین جوان خدا نمیکشت، زیرا که بینهایت خدمت شایسته در حق پدر مادر کرده است. لکن دنیا ابدی نیست. این رسول اکرم برای او گفتند. ابن مسعود در حدیث ها میگوید که از نام پیغمبر خدا روایت میکند ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه ثم یکون علقه ثم یکون مضغه. پیغمبر خدا گفته است به درستی این که فرزند آدم در شکم مادرش 40 روز همان آبی که در رحم مادر غلطیدگی هست، در بچه‌دان زن افتیدگی هست، همون آب 40 روز قرار می ایستد، هیچ تغییرات در او آب پیدا نمی شود. ثم یکون علقه، بعد 40 روز این آب رسول اکرم گفت به خون تبدیل می شود. 40 روز دیگر خون می ماند. ثم یکون مضغه، بعد 40 روز پس دیگر این به گوشپاره تبدیل یافتگی، بعد آهسته آهسته از هر موضع او اعضاهای انسان تشکیل شدن میگیرد. ببین در دوام 120 روز 40 روز آب است، 40 روز خون است، 40 روز دیگر گوشت است. 4 ماه، در دوام 4 ماه این الکی به شکل انسانی از 4 ماهگی تبدیل می یابد تا 120 روزه. اگر فتوای امروزه میگد اگر زن بخواهد که ابورت کند، یعنی فرزند سقط میگیم، اگر نابود کند جایز است، لیکن بعد 4 ماهگی دیگر جایز نمی شود، حکم قتل در بین پیدا می شود، همچنان که فرزند خودش قتل کرده است. اینا فتوا میگد. خب ثم یرسل علیه الملک فینفخ فیه الروح. پیغمبر گفت بعد 120 روز در همین جنین، در همین فرزندی که در شکم مادر است، خداوند یک ملائکه روان میکند که در او جان بدن. جان در وجود او فرزند داخل می شود و یکتب به اربع کلمات. به همین طفلی که در شکم مادر است 4 کلمه نویسانده می شود. خداوند امرش میکند اولا جان در وجود او داخل کن، بعد 4 کلمه را در تقدیر او کتابت کن. این 4 کلمه چیست؟ اجله، عمله، رزقه، سعید و شقی. بنویس که چند سال عمر میبیند، بنویس کدام عملها را در دنیا انجام میتد و باز کتابت کن چه مقدار رزق روزی دارد و 4م کتابت کن که اینه که از شکم مادر بیرون میشود بدبخت است یا نیکبخت. این شم کتابت کن. این یک حجت از نام خدا میگیرد، او را آمده در تقدیر همون انسان چکار میکند؟ مینویسد. خب این مطلب من از این حدیث چیست؟ وقتی که انسان دم آخرش می شود، بین باز 5 ملائکه نزد جان گرفتن او می آید.
یکمش داخل می شود، می گوید السلام علیک یا عبدالله، ای بنده خدا، سلام و رحمت خدا بر تو. اگر بنده نمازخوان و بنده خدا ترس باشد، هم تا معامله از جانب این 5 ملائک پیش از جان دادن می شود. می گفت است السلام علیکم ای بنده خدا، انا مؤکل به ارزاقک. اگرچه رزق رسانی تو خدا بود، لیکن من همون ملائکه بودم که او رزق به تو می آوردم می رساندم. فطلبت الارض شرقا و غربا فما وجدت من رزقک لقمتا. امروز من تمام روی زمین دور زدم، لیکن از رزق تو ای بنده خدا یک لقمه دیگر نیافتم. رزق تو تمام شد. بنده از جانب رزقش امیدش کنده می شود. دویمش داخل می شود. من همتا سوال سلام می دهد. من کی هستم؟ من همان ملائکی هستم که بر نفسهای تو وابسته بودم، که نفسی تو را بیرون می بردم، درون می دراوردم. امروز هرچی که کافتم دیگر از نفسی تو دیگر نفس نیافتم. یعنی نفسهای تو هم چی شد؟ تمام شد. رزق تو تمام شد، نفسی تو تمام شد. داخل می شود دیگرش، من وابسته بر نوشیدن آبهای تو بودم. امروز بالای زمین دور زدم، برای نوشیدن تو یک قطره آب نیافتم. امیدت ای بنده خدا از نوشیدنم کنده شود. از نوشیدنم بنده در او حالت چی می شود؟ امیدش کنده می شود. دیگرش داخل می شود، می گوید من وابسته بر قدم های تو بودم، که قدم تو را پیش می بردم پس می بردم به حکم خدای تو. امروز بالای زمین دور زدم، لیکن در هیچ جا دیگر تو قدم زدن نمی توانی، قدم تو هم کنده شد. پنجمش می گوید من وابسته بر اجل تو بودم، وابسته بر روزهای تو بودم. امروز هرچی که سراغ کردیم بالای زمین، دیگر از حیات تو هیچ روزی نیافتم. بنده از این شنیدن اینها البته آگاه می شود که من دیگر در این دنیا قرار من، حیات من تمام شد. این ملائکایی که از اول آمدن چی ها کردن؟ ملائکی که آخر آمد چی را البته انجام داد. عبدالله ابن عمر ابن العاص میگوید کان ابی کثیرا ما یقول اینی لا اعجب من الرجل. همین عبدالله ابن عمر ابن العاص، این عمر نیست، میگوید من پدر داشتم، پدرم عاص نام داشت. میگفت که من تعجب میکنم، پدرش به همین عبدالله میگفت است، من الرجل الذي ينزل به الموت و معه عقل و لسان لا يصفه. میگه از پدر میشنیدم که برای چی که همین آدمهایی را که مرگ بالاشان میآید، در زمانی که زبانشان کار کردی سای، در زمانی که عقلش با همراهی خودش هست، چرا که وصف نمیکنن که مرگ چگونه سخت است؟ چرا وصف نمیکنن؟ عبدالله میگه وقتی که همین پدر ما اجلش آمد، بالای سرش آمدم، گفتم پدر تو دایی میگفتی که من در مردم تعجب ده هستم که زبانهاشون کار میکرد، عقلهاشون با خودشون بود، چرا که شدت مرگ بر ما بیان نمیکنن؟ امروز بالای تو همین شدت مرگ آمده است، چرا صفت نمیکنی؟ میگه پدرم به جانب من گفت الموت اعظم من الوصف. عبدالله گفت در حقیقت من میگفتم که چرا مردم وصف نمیکند، لیکن این شدت مرگ، بزرگی مرگ از وصف کردنم بالا بوده است، این را وصف کردن نمیشید است. ولکن سأوصف منه شیئا. لیکن عبدالله
من بر تو کمی از این را بر تو بیان میکنم که شدت مرگ چگونه من حس میکنم. حضرت چی گفتن؟ گفتن علا کتف جبل و رزبه. الحال گفت عبدالله من حس میکنم که من نمیدانم که بالای همین کتفی من همون کوی رضوان هست یا نه، لکن حس کرده ایستادم که همون کتفی من ده یک کوی کلانی که در پهلوی خانه داریم بالای کتفی من است. من کتف ما جمانده نمیتونم. من همتا تصور کردیستم. و دویم چیزی که حس میکنم الروح تخرج من ثقب الابره. همون پلوشی سوزن میگه ما و شما. آیا همون سوراخی سوزن گفت دیده عبدالله؟ حس میکنم که نفسی من فقط به همون سوراخی برآمده است. چنان یک مشکلاتی بالای من آمده است که همین شدت مرگ همتا حس کردم. بالای کتفم یک کوه هست و نفسی من به مثل همون سوراخی سوزن میبراید. و فی جوفی در شکمم باشد شوکتون اوسج. در داخل همین روده های من حس میکنم که بوته خار مرغلان داخل است که هر یک رگ مرا او میخلاند. همچنان گو حس میکنم. و دیگر وصفی که بر تو کنم گو عبدالله این است که من در همین زمینی که خوابم الحال زمین آسمان در بالای من نزدیک آمده است. فکر میکنم که بین این الحال من جقیده میشم. آیا همتا هست؟ عبدالله که میفهمید اینها یعنی علاقه در بگیم یک خیالات این بنده، علاقه در روح این بنده گذشته سای خدا همتا شدت مرگ به بنده همتا ایشان میتد اگرچه چشم انسان او را نمیبیند. اینا البته شدت مرگ هستند، شدت موت هستند. مرگ البته آمدنی هست، در آمدن مرگ هیچ شک و شبهه‌ای نیست. شاعر عرب میگه الموت یأتی بغتة. مرگ ناگهان به سر بنده مؤمن می آید. مرگ پیشکی حجت ندارد، پیشکی یگان دستخط ندارد، یگان مکتوب روان نمی کند، بلکه ناگهان به بالای بنده چکار میکند؟ هجوم میکند. در هر حالت ما و شما البته تیار باشیم. چگونه ای که رسول اکرم پرسیدند من اکیس الناس، من اکرم الناس، زیرکترین مردم کی است؟ کی است؟ از همه زیرک، از همه چقان، از همه هوشیار کی است ای پیغمبری خدا؟ و کی است از همه دیده مکرمترین انسان در نزد خدا کیست؟ رسول اکرم چی گفت؟ گفتند من یذکر الموت، کسی که زیاد ذکر میکند موت را، کسی که بسیار به یاد خود میارد موت را. و اشدوهم استعدادا له، و از همه زیرکترین، از همه هوشیارترین بنده همونی است که اولا دائما در یاد مرگ است و دوم این که برای روز مرگش فقط توشه ذخیرت میکند، فقط جمع میکند، عبادت کارهای نیک جمع میکند تا که او یقین میداند که روز از روزها این دنیا را البته میگذرد. افسوس میخوریم دیگر فایده ما نمیکند. مرده در وقت غسل با غسال گوید این حرف با زبان حال. وقتی مرده را میگه بالای همون تخته در راست میکنند برای شستن، همون مرده میگه یک صدای دارد که صدای او را انسان نمیشنود. لیکن او چی میگوید؟ مرده در وقت غسل با غسال گوید این حرف با زبان حال. بود مثل تو تر و تازه، قوت داشتم به اندازه. همراه جسم بود جان من، مدت گفتم این و وان من. در محلی که کردم و گفتم بود فکرم عیالم و جفتم. تا که گشتم خراب و بیچاره، ناتوان حال زرد رخساره. حضرت میگه به سوی همون غسال همین گپا را میگفت است که ای غسال من هم مثل تو تر و تازه بودم، من هم مثل تو قوت داشتم، مثل تو حرکت کننده بودم. هر دمی که میخیستم و مینشستم فرزندها و
زن و فرزندهام در یاد من بود. حتی چنان مهنت زحمت برای من فرزند کودکام کردم که این چهره زردی که از من میبینی همه این برای فرزند زن است. مهنت ها میکردم. لکن امروز چیکار کنم که مرگ بالای من آمد و مرا برای شستن آماده کردن. من خود دیگه غیرتی ندارم که بدن خود بشم. میروم برای زیمو باریک، در دوام میگفته است، میروم برای زیمو باریک، میدرایم به خانه تاریک. البته راه میرم که خیلی راه باریک است. خانه داخل میشم که هیچ روشنی ندارد. روشنی گور چی است؟ قرائت قرآن است. روشنی گور چی است؟ نمازی با جماعت است. روشنی گور چی است؟ ترس خدا است. میروم برای زیمو باریک، میدرایم به خانه تاریک. این همه در مقام میماند، سر تنهام میفرستاند. همه آن چیزایی که من در دنیا ذخیره کردم، همه آن چیزایی را که من توپ کرده جمع کردم، همه این در مقام میماند، سر تنها میفرستاند. سر تنهای مرا میفرستاند. در دوام گفت آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من. آن چیزی که وقتی جان دادن من گذشت، ای را بجز خدا و بجز من دیگر هیچ وصف کردنش ناممکن است. آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من. بعد از این عقوبه هاست پی در پی، می ندانم چی بگذرد در وی. بعد این جان دادن من میدانم که چند عقوبه های دیگر، عذاب گور است، سوال منکر و نکیر است، گذشتن پول صراط است، دادن نامه اعمال است. آیا اینهاش چگونه بر بالای من میامه باشد؟ اینش من نمیدانم. حضرت در آخر ما و شما را همان مرده نصیحت میکند. زنده ها که نصیحت دارند، مرده بر ما و شما چی میگوید؟ گوش باید بشنود این را. برای این سخنهایی که میگیم، برای این گوش انسانی در کار، گوش عاقلی در کار، گوش آدمی در کار که این گپ در اصل قبول کند. گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. برای این سخنها گوش در کار. گوش سر با جمله حیوان همدم است، گوش دل مخصوص نسل آدم است. برای این سخنها گوش دل لازم. گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. با چشم میبینی مرده را میشوی، با چشم میبینی تابوت را میبرداری، با چشم میبینی برده را در لحد جا میکنی، لکن تعجب آور است که خود عبرت نمیگیری. خود به خود نمیای که فردا من هم داخل این قبر هستم، من هم البته یک مردشوی را بهر من میکابند. این شب به یاد ما و شما نمیآید. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. عقل باید کار فرماید، مرده را بیند و به خود آید. حضرت میگه مرده را که دیدین به خود بیاین. همون خود مرگ است. اون حالی که او برادر گرفتار است، او را مرگ هم تکرده است. من بر شما نمیگم که تمنای مرگ کنید، زیرا ابو هریره روایت میکند، حدیث پیغمبر خدا را رسول الله گفته است لا یتمنى احدکم الموت. امتان من، شما مرگ آرزو نکنین. نگین که خدایا مرا تیزتر از دنیا ببر. ایرا نگین که شما گناهکار میشین. نگین که خدایا مرا تیزتر از دنیا ببر. برای چی؟ برای این است که رسول الله میگه که لعلکم یزداد، اما محسنا لعلکم یزداد. اگر تو آدمی نیکوکار باشی شاید نیکیت زیاد شود. و این کان مسیئا، اگر تو گناهکار باشی لعلکم یستعتبه، شاید که تو توبه کنی و به سوی خدا باز بگردی. از این خاطر گفت شما مرگ هیچگاه افسوسش نخورین، هیچگاه تمنا نکنین، لکن استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از مرگ آمدن شما حتمی برای مرگ برای خودتان آماده داشته باشین. باید که تیار باشین. شما فکر نکنین الحمدلله که امروز نوابسته من بدانم که آدمی در زینه پست
از دنیا میگذرد و مالدار و دولتدار و منصبدار نمیگذرد، این برای ما و شما یک افسوس است. لیکن همه میگذرد. در دنیا هیچ کس ابدی نمیماند، همه مورد سوال در نزد خدا با قرار میگیرد. این است یک مختصراً درباره مرگ و آن شدت هایی که البته دارد. باز بر شما میگم که خیلی موضوع مرگ خیلی موضوع درازی هست. برای مرگ بیان کردن شاید برای ما و شما با 2-3 جمعه دیگر لازم باشد که باز این را مفصلتر و مکملتر برای شما بیان کنیم. لیکن البته برای آدم عاقل باز گشته میگیم که همین تابوت هایی که از پی شما میگذرد همین خود همش موعظه هست، همین خود خبردار کردن است که ای انسان تیاری خطه ببین که فردا نوبت تو هست.